أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم. طيبا أنفسكم. حسن. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد اللهم صل و علی آل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خدا را کرور کرور شکرگزارم و شاکریم که توفیقی حاصل شد که امروز مجدداً به زیارت اماممون و ولی امرمون توفیقی حاصل شد که اینجا این زیارت رو داشته باشیم. خب ما هر ساله در هفته قوه قضاییه مقام عظمای ولایت این عنایت رو داشتند، خدمتشون میرسیدیم با یک جمعیت زیاد مثل امروز. رؤسای کل دادگستری‌ها، مسئولین عالی قوه قضاییه و دادستان‌های محترم مراکز استان‌ها، بعضی سال‌ها کمتر بیشتر. امسال در هفته قوه قضاییه میسور نشد. امروز در 25 تیر ماه سال 1404 این توفیق حاصل شد که خدا را بی نهایت سپاسگزار هستم و از مقام عظمای ولایت تقدیر و تشکر دارم که این فرصت را عنایت فرمودند که سربازانشون در قوه قضاییه به خدمت برسند و ضمن عرض سلام مطالب کوتاهی را عرض بکنیم و از فرمایشات و هدایت‌ها و توصیه‌ها و فرمایشات ولی امرمون استفاده بکنیم. خداوند را از باب همه نعمت‌هایش بسیار سپاسگزار هستیم، مخصوصاً از دو نعمت بزرگ امام و امت، از نعمت بزرگ ولی فقیه و داشتن این امت خوب و سرزنده و همیشه حاضر در صحنه و مطیع امر ولایت. خدا را بسیار بسیار سپاسگزار هستیم. عرض تسلیت دارم ایام شهادت ابا عبدالله الحسین و یاران با وفایشان و همچنین گرامی می‌داریم یاد و خاطره همه شهدا را، شهدای جنگ، شهدای امنیت، شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی، شهدای قوه قضاییه و شهدای هفتم تیر سال 1160 شهید آیت الله بهشتی، شهدای خدمت شهید آیت الله رئیسی و شهدای گرانقدر اخیر که با تهاجم رژیم خبیث جنایتکار به شهادت رسیدند، رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا، به خصوص شهادت فرماندهان عالی مقام نیروهای مسلح، دانشمندان عزیز، قاضی شهیدمون
شهید قناعتکار و همه مردم عزیزی که در این هجمه جنایتکارانه به شهادت رسیدند. سالی که گذشت سال مثل بعضی از سالهای بعد از انقلاب شاهد حوادث تلخ و شیرینی بودیم. یکی از اون حوادث بسیار ارزشمند اون چیزی بود که ملت غیور متدین متمدن روبرو شد با بزرگترین دشمنان بشریت، دشمن انسانیت، دشمن آزادگی، یعنی رژیم خبیث صهیونیستی و آمریکای قلدر. ایران اسلامی با این دشمنان مواجه شد و روبرو شد و به فضل پروردگار و با راهنمایی‌های و هدایت‌های و فرماندهی مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا به هیچ یک از اهدافشون این جنایتکاران نرسیدن و نه تنها به خواسته هاشون نرسیدن، بلکه نظام جمهوری اسلامی ایران و ایران اسلامی یک برگ زرین دیگری بر افتخارات تاریخ خودشون افزودند. و ملاحظه می‌کنید که امروز ایران اسلامی و مردم ایران و تمدن ایرانی و استقامت ایرانی در مقابله با جنایتکاران امروز مورد تحسین جهانیان قرار گرفتند. امروز دوست و دشمن به این ایستادگی، به این عظمت خضوع می‌کنند. خدا را سپاسگزار هستیم. یکی از دستاوردهای بسیار مهم این داستان باز و این حادثه و این قضیه‌ای که اتفاق افتاد، این اتحاد و انسجام ملی که به وجود اومد، این اطاعتی که از فرماندهی معظم کل قوا ولی فقیه به وجود اومد، این خباثتی که دشمنان نشون دادن و باطن خودشون رو آشکار کردند. مقام عظمای ولایت بارها و بارها هشدار داده بودند که به اینها نمی شود اعتماد کرد. اینها یک ظاهری دارن و یک باطنی. چقدر باید تبلیغات میشد، چقدر باید هزینه میشد که باطن خبیث اینها روشن بشه. در این ایام برای نه ایران اسلامی و مردم ایران بلکه برای جهان روشن شد که اینا قابل اعتماد نیستند. من عذرخواهی میکنم، نمیخوام در این زمینه وقت حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای ولی امرمون رو بگیرم. فقط اجازه میخوام این چند جمله رو عرض کنم و بعد استفاده بکنیم همه ما از فرمایشات مقام معظم رهبری. حضرت آقا سالی که گذشت سال هم پرخاطره‌ای بود، تلخی‌ها داشتیم، شیرینی‌ها داشتیم. قوه قضاییه هم سال پرکاری داشت، سال فعالی داشت. در اول سال گذشته سال 1403 سند تحول به روزرسانی شد با تجربه گذشته، با استفاده مجدد از صاحب نظران و با پیشبینی‌های بعدی و با هدایت‌ها و توصیه‌های حضرت عالی. و خداوند توفیق داد. به فضل پروردگار توفیقات خوبی در سال گذشته داشتیم. به یکی دو سه نمونهش فقط خیلی خلاصه اشاره می‌کنم. عذرخواهی می‌کنم از اینکه به همین مقدار هم وقت می‌گیرم. خب این سند تحول که بروز شد با توصیه‌های حضرت عالی و فرمایشات شما ستادی برای پیگیری اون هم تشکیل شد، زمانبندی شد و به حمدالله تا به امروز که خدمت شما هستیم ما بسیار توفیق خوبی داشتیم. در بعضی از موارد 30%، 40%، 50%، 80% بر اساس برنامه حرکت کردیم و موفق بودیم و حتی در یک مواردی از 80% هم بالاتر که این شاید کم سابقه بود اگر نگم بی سابقه. بعد از ابلاغ قانون الزام ثبت اسناد اموال غیر منقول
کارهای محول شد به قوه قضاییه و وظایف قوه قضاییه داشت. به حمدالله در این زمینه ما بیش از اونچه و جلوتر از اونچه که قانون تعیین کرده الان زمینه ها رو فراهم کردیم، اطلاع رسانی کردیم. هر آنچه که مربوط به قوه قضاییه بود الان آماده شده 100% و اون چرا که مربوط به دولت هستش از اونها خواستیم، اونها هم با به خصوص همت وزیر محترم دادگستری در حال آماده شدن هستش و امیدوار هستیم که سریعتر اونها آماده بشه و در زمانی که قانون تعیین کرده انشاءالله بتونیم زودتر از اون حتی اینها رو عملیاتی کنیم. در خصوص حقوق عامه که مورد عنایت حضرت عالی هم همیشه بوده، بعضی از کارهایی که در سال گذشته شد بدون مبالغه میتونم بگم بی‌نظیر بود. در تمام سالهای گذشته چنین اتفاقاتی نمیافتاد که من گزارش تفصیلی اینها را برای دفتر ارسال کردم، لذا از توضیح اونها خودداری میکنم. نظارت بر حسن اجرای قوانین یک رشد قابل ملاحظه‌ای داشت، هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفیت و هم از لحاظ نحوه تعامل با دستگاه‌های اجرایی که اونها احساس بکنن که این نظریات کارشناسی است و باید توجه کنن، اگرچه قانونا ملزم بودن ولی الان قبول کردن، باور کردن نظر کارشناسی است و باید به اون اعتنا داشته باشن. میانگین رسیدگی ما با همه مشکلاتی که میگم در سال گذشته پیش اومد، میانگین رسیدگی ما نسبت به سالهای قبل و سال قبلش کاهش داشت، یعنی رسیدگی ها سریعتر انجام شد. با تلاشی که شورای حل اختلاف و سایر همکاران عزیزمون داشتن، صلح و سازش نهادینه شده در بین مردم و به حمدالله توفیقات با سال قبل نسبت به سال قبلش و سالهای قبلش رشد قابل ملاحظه‌ای داشتیم و با همین تلاش ها 19,000 زندانی با صلح و سازش از زندان آزاد شدند و بیش از 12,000 که باید میرفتن زندان و محکوم شده بودن با صلح و سازش به زندان نرفتن. چند صد نفر کسانی که محکوم به قصاص شده بودن باید اجرا میشد و تقاضا داشتن با همین تلاش ها از صاحبان حق از حق خودشون گذشت کردن با مصالحه و اونها از اجرای قصاص نجات پیدا کردند. حضور در بین مردم و به خصوص مساجد یک حضور بسیار فعال و هدفمندی بود. بیش از 2 میلیون مشاوره حقوقی به طرق مختلف مردم داده شد. باز با توصیه ها و تأکیدات حضرت مصطفی عالی 2500 نقطه محروم کشور با اعزام هیئت‌های مختلف و هیئت‌های جهادی از داخل خود قوه قضاییه رفتند و در این 2500 نقطه سرویس مجانی و رایگان به مردم دادند. در مورد فناوری‌های نوین و هوشمندسازی قدم‌های بلندتری را برداشتیم که امیدوار هستیم انشالله با زمینه‌ای که در روزهای آینده پیش میاد باز بتونیم به یک نتایج بهتری برسیم. به خصوص در خصوص اقدام حقوقی علیه جنایتکاران و این رژیم خبیث صهیونیستی که به هیچ چیزی از موازین انسانی، موازین بین المللی قائل نیست، اقدام بسیار مؤثر و مفیدی با همکاری وزارت امور خارجه و سایر دستگاه و دبیرخونه شورای ملی برداشته شد. دادستان کل کشور، معاونت ارتباطات بین المللی قوه قضاییه و سایر همکاران اقدامات بسیار خوبی را از نظر حقوقی، مرکز وکلای قوه قضاییه اقدامات بسیار خوبی را انجام دادند که امیدوار هستیم اونها به نتیجه برسه در مراکز بین المللی، در دادگاه کیفری بین المللی انشالله اینها به نتیجه برسید. قدم‌های بسیار خوب برداشته شد. عذرخواهی میکنم از این مقدار تصدیحی که دادم. ما هممون ضمن تشکر مجدد از این عنایتی که فرمودید که امروز در 25 تیر ماه به جای 7 قوه قضاییه ما خدمت شما شرفیاب بشیم تشکر میکنم و همه آماده هستیم که با گوش جانمون و دلمون انشاءالله فرمایشات شما را استماع کنیم و به فضل پروردگار انشاءالله اجرا بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عذرخواهی می‌کنم ازشون. طيب الله أنفاسكم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوش آمدید برادران عزیز و امیدواریم انشاءالله این جلسه اگرچه با تأخیر انجام شد به دلایل مشخص، ولی که انشاءالله جلسه مفید و مؤثری هم برای قوه قضاییه و هم برای کشور بوده باشه انشاءالله. و تشکر میکنیم از یکایک عناصری که در قوه قضاییه مشغول کار هستند، تلاش هستند، از رئیس محترم قوه تا بقیه عناصر فعال در سراسر قوه. اونچه که به عنوان اقدامات انجام گرفته جناب آقای محسنی بیان کردن البته خیلی خرسند کننده است، خوبه. توصیه من اینه که همیشه در کنار اقداماتی که انجام گرفته، اقداماتی که انجام نگرفته و باید انجام میگرفت رو ملاحظه کنید. یعنی یک تناسبی بین اینها همیشه برگزار کنید، برقرار کنید. گاهی انسان 100 تا کار خوب انجام داده و خوشحاله از اینکه 100 تا کار خوب انجام گرفت. وقتی دقت میکنه میبینه 200 تا کار خوب باید انجام میداد، اون 200 تا رو انجام نداده. این خوشحالی مقداری کم میشه. البته من به هیچ وجه ادعا نمی کنم که وضع در سال گذشته در قوه قضاییه این بوده، نه، کارهای خیلی فراوانی شده، ما هم گزارش رو داریم و درسته. لکن همیشه این رو در نظر داشته باشید، کارهای انجام گرفته رو نسبتش رو با کارهای انجام نگرفته ای که باید انجام میگرفت ملاحظه کن. در مورد قوه قضاییه بنده هر سال مفصلا مطالعه میکردم و مفصلا صحبت کردم. همه به نظر خودم حرفایی که درباره قوه قضاییه باید گفته بشود و رعایت آنها توصیه بشود به قوه قضاییه گفته شده، مکرر عرض کردیم، هرچی بگیم تکراری است. 2 نکته رو فقط من میخوام ذکر کنم، بعد بپردازم به مسئله دیگری. اون 2 نکته، نکته اول همین مسئله پیگیری قوه قضاییه در محاکم حقوقی، چه محاکم حقوقی داخلی چه محاکم حقوقی بین المللی، درباره رسیدگی به این جنایات اخیریش که انجام گرفت. این از اون کارهای بسیار لازم و بسیار مهمه. ما در خیلی از قضایای قبلی باید این کار رو میکردیم و کوتاهی کردیم در سالهای گذشته. این دفعه کوتاهی نکن. اگر پیگیری این موضوع و مراجعه به دادگاه‌های بین المللی و حقوقی و داخلی، همچنین دادگاه‌های داخلی، اگر 20 سال هم طول بکشه اشکال نداره، باید دنبال بشه. بایستی یقه
جنایتکار گرفته بشه. بالاخره ممکنه یک دادگاهی بین‌المللی رو انسان متهم کنه و واقعا هم همین باشه که وابسته باشه به فلان قدرت. خیلی خوب، یه روز اینجوری یه روزم نیست. یه روزم میبینید یه قاضی اونجا پیدا میشه، قاضی مستقلی است. این نکته اول. این قضیه رو خیلی جدی بگیرید، خیلی با قوت، با هوشیاری کامل ملاحظه همه جوانب انشالله ملاحظه کن. موضوع دوم این است که محصول همه سفارش ها به قوه قضاییه یک کلمه است و اون که مردم به قوه قضاییه اعتماد کنن. همین. بنده بارها تو این جلسه گفتم ما باید کاری کنیم که اگر کسی در هر گوشه کشور، توی روستا، توی شهر دوردست مورد تعدی و ظلم قرار گرفت، بگه میرم سراغ قوه قضاییه، میرم دادگستری. یعنی باید این حالت به وجود بیاد که همه احساس کنن که وقتی پاشون به دادگستری رسید مشکلشون حل میشه. یک اعتمادی اینجوری باید به وجود بیاد. این خیلی کار مشکلی است، کار سختی است. البته در همه قضایای یا اغلب قضایای حقوقی و جزایی یک طرف راضی است، یک طرف ناراضی است. اما همون طرفی هم که ناراضی است وقتی که دید کار داره با قانون، با درستکاری، با دقت انجام میگیره، در دلش کار را قبول داره، ولی حالا از اون چی که اتفاق افتاده راضی نباشه. سعی کنید این حالت پیش بیاد، مردم اعتماد پیدا کنن، اعتقاد پیدا کنن که قوه قضاییه میرسه. یکی از مهمترین راه‌های رسیدن به این قضیه مبارزه با فساد. در درجه اول فساد در درون قوه که در این زمینه با آقای رئیس محترم جناب آقای محسنی مکرر من صحبت کردم، ایشون هم کارهایی کردم، با رؤسای قبلی هم همینجور، در داخل قوه و در بیرون قوه. مبارزه با فساد امید ایجاد میکنه در مردم، اعتماد ایجاد میکنه. این دو مطلبی که راجع به قوه قضاییه می‌خواستیم عرض کنیم. و اما ملت ایران در این جنگ تحمیلی اخیر کار بزرگی انجام داد. این کار بزرگ از جنس عملیات نبود، از جنس اراده بود، از جنس عزم بود، از جنس اعتماد به نفس بود. اینی که یک ملت، یک کشور، نیروی نظامی در یک کشور در خودش این اعتماد به نفس رو ملاحظه کنه که آماده است با قدرت آمریکا و سگ زنجیریش در منطقه رژیم صهیونی سینه به سینه بشه و رو به رو بشه. نفس این اراده، نفس این اعتماد به نفس، این یک ارزش بسیار بسیار مهمی است. یه روزی بوده هم قبل از ما، هم زمان جوانی‌های ما قبل از انقلاب، که اسم آمریکا افراد رو میترسون، چه برسه به مواجهه با او و مقابله با او، چه مقابله زبانی چه مقابله عملی. توی این خاطراتی که پخش شده بعدها سالها نوشته شده از طرف عوامل رژیم قبلی، مکرر این هست که مسئولین بالای کشور از یک کار آمریکا ناراحت بودند، سر قضیه نفت، سر قضیه یه مسائل گوناگون ناراحت بودن، اوقاتشون تلخ بود، اما میگفت چی نگه، جرأت نکن. جرأت نمی‌کردن که حتی در خفا
در جلسه خصوصی اعتراض کنن و حرف بزنن. حالا همون ملت به اینجا رسیده که مستقیم میایسته سینه به سینه این قدرت، از او نمیترسه بلکه او رو میترسانه و اونچه که ازش هم برمیاد از لحاظ عملیاتی انجام میده که این مطلب دومه. مسئله عملیات، مسئله اول همون روحیه است، همون ایستادگی است. این اراده ملی، این همت ملی همون چیزیه که این کشور رو سربلند خواهد کرد. این همون چیزیه که ایران رو ایران بزرگی خواهد کرد که بنده گفتم 50 سال بعد باید اینجوری باشه. این اراده همون عامل اصلی است که میتوانه ایران رو به اونجا برسونه. اون چی که حالا همه، بنده عرض میکنم، همه باید بدونن، هم دوستان ما بدونن، هم دشمنان ما بدونن، هم خود ملت ایران بدونن که میدونن، این است که ملت ایران در هیچ میدانی به صورت طرف ضعیف ظاهر نخواهد شد. چون ما همه ابزارهای لازم رو داریم، هم منطق داریم، هم نیرو داریم. ما هم در میدان دیپلماسی، هم در میدان نظامی انشاءالله به توفیق الهی هر وقت وارد بشیم با دست پر وارد خواهیم شد به توفیق الهی. البته جنگ خب زدن و خوردن داره، معلومه. جنگ هم توش زدن هست، هم توش خوردن هست. نمیشود توقع داشت که در جنگ حادثه‌ای پیش نیاد، ولی دستمون به حمدالله دستمون پره، هم در زمینه دیپلماسی دستمون پر، هم در زمینه نظامی به توفیق الهی. البته ما در این قضیه مهمی که پیش آمد، در این حادثه اخیر، ما از جنگ استقبال نکردیم، اینو همه بدونه. بله، ما رژیم صهیونیستی رو سرطان میدونیم، رژیم آمریکا رو هم به خاطر پشتیبانی از او جنایتکار میدونیم، اما ما از جنگ استقبال نکردیم، ما به پیشواز جنگ نرفتیم. ولی وقتی دشمن حمله کرد پاسخ ما کوبنده بود. اینو باید همه توجه داشته باشن، بدانن این چون مطلب مسلمی است که دشمن میخواد تشکیک کنه در این. ما در جنگ محکم وارد شد. دلیلش هم اینه، این دلیل واضحش اینه که رژیم صهیونیستی که طرف مقابل جنگ بود مجبور شد با آمریکا متوسل بشه. اگر خم نشده بود، اگر به زمین نچسبیده بود، اگر احتیاج نداشت، اگر قادر بود از خودش دفاع کنه، اینجور متوسل با آمریکا نمیشد. با آمریکا متوسل شد. یعنی دید از عهده جمهوری اسلامی بر نمیاد. البته این مال مربوط به رژیم صهیونیستی است. در مورد آمریکا هم همینجور. آمریکا هم که حمله کرد، ضربه متقابل ما با آمریکا ضربه خیلی حساسی بود. حالا انشاءالله مقداری میگذره، حالا یک چند ماه یا چند سال، من نمیدونم، سانسورها برطرف میشه، بعد معلوم میشه ایران چیکار کرده. اون مرکزی که مورد تهاجم ایران قرار گرفت مرکز فوق العاده حساس آمریکا تو این منطقه بود.
ضربه بزرگی بود. البته از این بزرگتر هم میتوان ضربه به آمریکا و به دیگران وارد کرد انشاءالله. به نظر من خب این را مربوط به عملیات و به این چیزها بود. یک نقطه دیگر در این حادثه وجود داره که بسیار مهمه و اون نقطه ملی است، غیر از جنبه سازمانی و نظامی و اطلاعاتی و امنیتی و غیره. امر ملی اون چی که در این حادثه اتفاق افتاد این بود. اون کسانی که حمله کردند با خودشون اینجور محاسبه کرده بودن، واقعا اینجور محاسبه کرده بودن و این جزو کارهایی بود که نشسته بودن نقشه کشیده بودن. محاسبشون این بود که وقتی به ایران حمله کردیم، به مراکز حساس ایران حمله کردیم، یه تعدادی شخصیت ها رو از دست حکومت ایران، نظام ایرانی اسلامی گرفتیم، طبعا نظام ضعیف خواهد شد. اینجاست که هسته های خفته منافق و سلطنت طلب و مزدور و اراذل و اوباش و اینا، این هسته ها فعال خواهند شد. او با خودش اینجور حساب کرد. اون کسانی که دلار میگیرن تا ماشین هم میهن خودشون رو آتیش بزنن، اینا فعال خواهند شد. هستن دیگه، تو جامعه وجود داره. منتها وقتی دستگاه قدرتمندانه مشغول کار هست، اینا خاموشن. وقتی دستگاه به خیال طرف مقابل ضعیف شد، اینا فعال میشن، میان وسط جامعه مردم رو تحریک میکنن و تا اونجایی که بتوانن افراد رو میکشونن به توی خیابان ها و این حرف ها و خلاصه مسئله نظام رو تمام میکنن و حل میکنن. این خواب خوشی بود که این حضرات دیده بودن. واقعیت چی شد؟ واقعیت عکس این شد، درست نقطه مقابل این شد. حمله دشمن نشان داد که خیلی از محاسباتی که بعضی‌ها چه در زمینه‌های سیاسی امثال اینها انجام میدن و محاسبات درستی نیست. چهره دشمن آشکار شد، هدفهای پنهان دشمن که هیچ وقت نمیگذارن در اظهاراتشون ظاهر بشه، این هدفها تا حدود زیادی روشن شد. 8 ماه 9 ماه می نشینن نقشه میکشن برای یک اقدام، برای یک حرکت نظامی و افراد خیال میکنن که نه خبری نیست و چیزی نیست و اینا. فهمیدن که نه، مردم آحاد مردم فهمیدن اینجوری نیست. خداوند نقشه اونا رو باطل کرد. این نقشه رو خدای متعال باطل کرد، مردم رو به پشتیبانی دولت، به پشتیبانی نظام وارد میدان کرد. وارد میدان، مردم وارد میدان شدن، اما درست در نقطه مقابل اون جهتی که دشمن محاسبه کرده بود و نقشه کشیده بود، در جهت حمایت از نظام، در جهت پشتیبانی جانی و مالی. دیدید دیگه توی این تلویزیون اظهارات افراد مختلف رو مشاهده کردید، ظاهرهای گوناگون، چهرهای گوناگون، لباسهای گوناگون که هیچ به نظر هم نمیاد که اینها اینجور فداکارانه حاضر باشن حرف بزنن. چون البته حرف با عمل فاصله داره، اما خود نفس حرف زدن، اون انگیزه‌ای که موجب میشه انسان حرف بزنه، این وجود داره. خیلی مهمه. کسی باور نمیکرد و شد و اتفاق افتاد. اینها همه در افراد
با جهتگیری‌های سیاسی گوناگون، با جهتگیری‌های سیاسی گاهی متقابل، با وزن مذهبی کاملا متفاوت در کنار هم ایستادن و این وحدت بزرگ رو، این اتحاد عظیم ملی رو به وجود آوردن. من حرفم اینه، این رو حفظ کنید، این رو حفظ کنید، این رو نگه دارن همه. روزنامه‌نگار یه جور، قاضی یه جور، مسئول دولتی یه جور، روحانی یه جور، امام جمعه یه جور. هر کسی یه وظیفه‌ای داره در قبال این حالت، اینو نگه داره. این با اختلاف سلیقه سیاسی منافات نداره، با اختلاف وزن مذهبی منافات نداره. این در کنار هم ایستادن برای دفاع از یک حقیقت است، دفاع از کشور است، دفاع از نظام است، دفاع از ایران عزیزه. البته یه کارهای لازمه، یه کارهای مضر. تبیین لازم، رفع مغالطه هایی که گاهی انجام میگیره لازم، اما ایرادهای غیر لازم رو به میان کشیدن و دربارش بحث کردن و بر روی مسائل کوچک جنجال کردن، این مضر. با اینا با هم فرق داره. همون ابطال مغالطه ای هم که عرض کردیم، اون هم با انواع مختلفی میشه اون رو انجام داد. با اون بهترین شکلش باید اون رو انجام بدن که مشکلی برای کشور به وجود نیاد. وفاداری به نظام، به زبان، در اظهار، این چیز لازم و مفیدی است. هم لازمه هم مفیده. یا همه سیاست‌های کلی نظام رو در همین زمینه مورد بحث تایید کنند و حمایت کنند و مورد قبول قرار بدن، این لازمه. اما اینی که یه اختلاف نظرهایی وجود داره بین افراد، اینا رو غلیظ کنن که این مال فلان جناح، این مال فلان جناح، این حرفش اینجوریه، این مضر. بنابراین یه کار لازمه، یه کار مضره. ما اینا رو از هم دیگه باید تفکیک کنیم. شور و هیجان عمومی مردم لازم. امروز ملت ایران یک شور و هیجانی داره، به خصوص جوانها شور و هیجان دارن. این چیز خیلی خوبی است، این چیز خیلی لازمی است. اما بی‌صبری مضره. اینی که بی‌صبری کنن، هی پا به زمین بکوبن که آقا چرا نشد، چرا نکردین، چرا اقدام نشد فلان، این مضر. یعنی بدونیم کدوم کار درستی است، کدوم کار مضری است. این بنابراین اینا مطالبی است که این توصیه‌هایی است که من عرض می‌کنم. آخرین توصیه‌ای که من بخوام عرض بکنم این است که دستگاه‌های مسئول که امروز به حمدالله مشغول کار هستند، چه دستگاه‌های مسئول در عرصه نظامی، چه دستگاه‌های مسئول در عرصه دیپلماسی، هر دو لازم به شکل درست، با جهتگیری درست، هر دو لازم. اینا بایستی با قوت کار خودشون رو انجام بدن، منتها جهتگیری ها رو توجه کنن. به خصوص در عرصه دیپلماسی جهتگیری خیلی مهم. جهتگیری ها کاملا مراعات بشه، دقت بشه، کار بشه و انجام بگیره انشاءالله. ممکنه کسی در یه قضیه مربوط به نظامی یا دیپلماسی یا غیره به یه مسئولی اعتراض داشته باشه. ما نمیگیم اعتراض رو نگن. چرا؟
منتها اولا لحنی که برای بیان اعتراض و بیان انتقاد انتخاب میشه لحن قابل قبولی باشه، ثانیاً بعد از تحقیق باشه، بعد از اطلاع یابی باشه. گاهی اوقات یه چیزایی رو بعضی انسان میبینم، من توی روزنامه ها بعضی جاهای دیگه میبینم بعضی یه حرفایی میزنن، اعتراضایی میکنن، ناشی از بی اطلاعیه، نمیدونن چه کار انجام گرفته یا چه کار باید انجام میگرفته و نشده مثلا انجام بگیره، ناشی از بی اطلاعی است. اطلاع درست به دست بیارن و با لحن مناسب نظراتشون رو ابراز کنن. اون مسئولین هم با قوت تمام، با روحیه کامل انشاءالله به کارهای خودشون ادامه بدن و همه بدانن که همین آیه‌ای که این آقای الان تلاوت کردن لینصرن الله من ینصره، خدای متعال نصرت رو برای ملت ایران در ذیل نظام اسلامی و زیر چتر قرآن و اسلام تضمین کرده که ملت ایران حتما پیروز خواهد شد. و السلام علیکم.